وزارت امور خارجه افغانستان بر رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل را محکوم کرده و گفته است که این اقدام تلاشی برای تجزیه یک کشور اسلامی بوده و می تواند پیامدهای منفی بر صلح و ثبات منطقه داشته باشد. بر اساس گزارش ها اسرائیل نخستین کشور در جهان شد که از منطقه جدا شده از سومالیا، سومالیلند را به گونه یک دولت مستقل به رسمیت میشناسد. کار ساخت یک ایستگاه معیاری برای موترهای باربری به ارزش 34 میلیون افغانی در نزدیکی منطقه کوتل روضه در دشت تلخکزار غزنی آغاز گردید. این پروژه در شهر غزنی تطبیق می شود. رئیس تنظیم ترانسپورت غزنی می گوید که این ایستگاه در مساحت 200 جریب زمین ساخته می شود و هزینه مجموعاً 34 میلیون افغانی است. بر بنیاد گزارش کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین روز گذشته بیش از 2370 مهاجر از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. فطرت نگاشته است که این مهاجرین از مسیرهای اسلام قلعه، هرات، پل ابریشم نیمروز، اسپین بولدک کندهار، بهرامچه هلمند و تورخم ننگرهار وارد کشور شدهاند. قماندانی امنی ولایت جوزجان میگوید که در پی یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خماب این ولایت یک کودک جان باخته است. قماندانی امنی جوزجان میگوید این کودک را یک موتر تیلری زیر گرفته و پس از انتقال به کلینیک به اثر جراحات شدید جان داده است. مقام های محلی گواتمالا میگویند که در پی سقوط یک بس مسافربری به دره در غرب این کشور دست کم 15 تن جان باخته و 19 تن دیگر زخمی شدند. الجزیره گزارش داده است که این رویداد دیروز در منطقه معروف به قلعه آلاسکا در ولایت توتونیکاپان رخ داده است. منطقه ای که به دلیل زمین های ناهموار و محغلیظ همواره با کاهش دید رانندگان همراه است.